شما نمیبینین همین توی قطوی خشنو نمیشین. شما هستی که همین توی با به درجه اولیج گذاشته ایستادن. یک قرصک بزنید که یک دسته با بالا. قرصکا قطعی هم قیقاساش فراموش نکنه. یک دسته. نگه خنده شب بزنه طرف دستی راست. این کم قیقاس شبی چه قبل نده. دسته با بالا. انا شما یک دسته. اکه سید امان. میدونی که همین طرف دستی راست چی با قیقاسای خوب میکنم. همین طرف همش گشنن. اگر سر باشن هیچ وقت قیاس نمیکنن. کو تاکک دوستان عزیز یک لحظه تحتی کفکمی های بردوام شما برای سند دعوت بگین در برابر هنرمندا. هنرمند خوش‌آواز، هنرمند دوست داشته که یک قرصک را براش دریغ نمیداره. خاصیت بانو آرتی قاور از دیار زیبای وادی سرفشان برای شما دعوت کردیم. مرحمت یک قرصک بزنیم. حتی خاصیت به خاطر شما یک ترانه میخونم. اکه سربا کن. مرحمت به خاصیت برای زن بانوها، برای مردم همدانی، برای مردم بیر و توی خانه قدم رنجه کردن. مرحمت پسر اپای خاصیت بانو آرتیق با یه روز اپای خاصیت کستوم بریوک دارم. بگی اپا بگی خاصیت آرتیق با خاصیت بانو آرتیق با در خدمت شما. مرحمت اپا بگی اپا بگی که جلتت نکنن بوده بردن با بازار بابا رحمان برمتون خریدیم دو گوشوار بابا رحمان برمتون گوشوارت در گوش کردم بابا رحمان برمتون شما یا بیهوش کردم بابا رحمان برمتون بابا رحمان برمتون ببیرایون خورمتون نگو یک گفت دارمتون ببیرایون مرمتون رقمی تلفوناتون ببیرایون مرمتون شبانگه ها زنزنه ببیرایون مرمتون درونی باغ برمتون ببیرایون همورتون بابا رایون ببیرایون باز یک هنرمند دعوت بکنه او هنرمند اگر 4 میلیون دلارش بدی بایی نه کشلو ها نه بایی کشتی رو نمیایم یکی بیچاره در 13 سامانو یک خوبچه کارتوشکه آمد این هنرمند بارور شما زنده ببینید با دعوت برادر عزیز مکه مظفر هنرمند مردم جمهوری هندوستان بارور در تاجیکستان بارور در توی دادرم امیدجان شاروخ خان حضور دارن. یک قرصه باید خارکه شاروخ خان بزنیم اکه شاروخ خان بارور برای مردم کشتی ها اینجا کشتی ببرارم مرحبا اکه کشتی اکه شاروخ خان بسرا برای مردم کشتی ها بگی اکه شاروخ خان شان شاروخ بگی مرحبا اکه بخواه که مردم کشتی ها خلاص دوست نمیداره بسیار ناز کنید ای هر طرف کلوخه بعد پیشانی بلقه بعد کپت دوده بگی हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी समझो होती है नानी थोड़ी है थोड़ी है ना जानी थोड़ी हमने सच्चाई है थोड़ी बेईमानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है هندوستانی یک بار دیگر توی در این خانه مبارک باشد.